وازلین رو با روغن زیتون مخلوط کنید و آماده شوکه شدن باشید. این ترفند ساده رازی رو با خودش پنهون کرده که هیچ کرم گرون قیمتی اونو به شما نمیگه. وقتی اثر اونو ببینید دلتون میخواد که هر روز اونو استفاده بکنید. امروز من این ترفند ساده اما قدرتمند رو فاش میکنم. وقتی که اونو امتحان بکنید مطمئنم میایید و زیر همین پست از من تشکر میکنید. بریم سراغ ترکیب. یک کاسه متوسط بردارید، یه قاشق چایخوری وازلین بریزید داخلش. سپس یه قاشق غذاخوری سرکه اضافه کنید به این ترکیب. ممکنه که حالا غیر معمول به نظر برسه، اما سرکه سرشار از اسیدهای طبیعیه که به متعادل کردن pH پوست شما کمک میکنه. حالا یه قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه بکنید. روغن زیتون برای پوست مثل طلای مایع هستش، سرشار از ویتامین آ و ویتامین ای. دو تا آنتی اکسیدان خیلی قوی هستن. برای اینکه کیفیت این ترکیب رو بیشتر بکنید، آب لیمو ترش تازه هم بهش اضافه بکنید. آب لیمو ترش استحکام پوستتون رو بهبود میده و خاصیت ارتجاعی رو بازیابی میکنه و اسید سیتریک طبیعیه. به عنوان یه لایه بردار ملایم عمل میکنه، سلول های مرده پوست رو از بین میبره و رنگ پوست رو روشن‌تر رو یک دست‌تر میکنه. حالا که همه این مواد داخل کاسه هستن، وقتشه که ترکیب رو به درستی آماده کنید. یه قابلمه متوسط بردارید و کاسه رو داخل اون قرار بدید. حرارت رو کم کنید و اجازه بدید که چند دقیقه به آرومی گرم بشه. موقع گرم شدن خیلی آروم همش بزنید. بعد از اینکه مخلوط شد، کاسه رو از روی حرارت بردارید و بذارید چند دقیقه خنک بشه. حالا یه ظرف کوچیک و تمیز رو بردارید و مخلوط رو داخل اون بریزید. اونو 20 دقیقه داخل یخچال بذارید تا ماده به حالت جامد در بیاد که برای استفاده عالیه. بعد از خنک شدن کرم خونگی شما آماده است. بهترین روش استفاده برای استفاده از اون شب قبل از خوابه. وقتی میخوابید پوست شما تمام مواد مغذی رو جذب میکنه. اگه از این ترفند خوشتون اومد حتما پیج منو فالو کنید و این پست هم لایکش کنید که باعث دلگرمی میشه.